یه روز مجنون لیلیو میبینه تو خیابون. یادش میاد قبلا دیده بودش تو بیابون. منتها قبلا پشم و شال به تن داشت، اما الان مانتوی کوتاه و دماغ سربالا داشت. مجنون افتاد دنبالش و گفت از کجایی؟ لیلی گفت از همین کوچه بالایی. مجنون گفت من همونیم که به خاطر تو رفت تو کفنش. لیلی فکر کرد مطلق میگه زد تو دهنش. مجنون گفت بابا من از پشت کوه اومدم ببرم. لیلی گفت خفشو میگم صدادا ببرته. مجنون اینو شنید و مثل انار ترکید. بعد رفت یه گوشه کف کرد و تمرین. لیلی دلش سوخت، گفت باشه اما یه شرطی، که تو آنلاین بشی و با من بچتی. اما مجنون نمیدونست چتیدن یعنی چی. آخه از کامپیوتر نمیدونستی چی. به همین خاطر رفت اسمشو کلاس کامپیوتر ثبت کنه، بلکه بتونه با لیلی چت کنه. بعد از 2 ماه 500,000 تومان خرج کرد. اون وقت یه شب نشست با لیلی چت کرد. خلاصه هر شب اینو هی با هم چت میکردن، از بس چت میکردن چت میکردن. چند ماه بعدم با هم رفتن کافی شاپ. دوتایی خوشگل و خوش رنگ و شاداب. مجنون کلن ست اسپورت پوشید، شلوار راسته و سیبیل پرید. بزرگونش شده کار گیتاره، زده تو حال سیتار و دوتار. لیلی قد کشیده و لاغر کرد. مجنون بالا رو پهن و پاها رو باریک. ما در اینجا به طور ناگهانی داستان رو تموم میکنیم. بغض گلومونو گرفته.